نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. و کسانی که به خاطر پروردگارشان بردباری و صبر کردند و نماز را برپا داشتند و از آنچه که به آنها روزی داده ایم به صورت پنهان و آشکارا بخشیدند و خرج کردند و بدی را به نیکی پاسخ می‌دهند، سرانجام نیک سرای آخرت از آن ایشان است، بهشت ها و باغ های جاویدانی که آنان به همراه پدران و فرزندان و همسران نیکوکار خود بدانجا وارد می شوند و فرشتگان برای خوشامدگویی از هر دری نزدشان می آید، به آنان می گویند سلام بر شما به پاس شکیبایی و صبرتان، چه نیکوست پاداش این سرا. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.